مثلا من اخیراً همین نوشته‌های محترم اسلام‌الدین فیض‌الدین درباره اهمیت عمل در اسلام رو میخونم. مثلا باید همین حزب ده‌ها همین گونه آثار آفرد، در اینکه همه آثار درباره حکومت و سیاست باشد، بذار درباره اخلاق علم چی نویسن، درباره سیاست، درباره هنر، بذار مثلا عمر تیمور دعوت کنه یک بار کنسرت شود در همین جا. یعنی همه وقت همه چهارمینی‌ها فقط سیاسی بودن است. من فکر میکنم که سیاستی محض همچون سیاست شناس نظر من این است که سیاستی محض در آینده نهضت رو منزوی میکند. این خطر بسیار بزرگ. و اگر اون مسئله را صرف نظر کنیم، آخر در آخر یک مسئله دیگر میگم. امروز سوالی بسیار جدی مطرح است که ضعف حزب نهضت یا خطر حزب نهضت در چیست؟ از بسیار خبرنگاران همیشه از من این رو میپرسن. من میگم که خطر حزب نهضت در این نیست که اسلامی است. در یک جامعه مسلمانی اسلامی بودن اصلا خطر نیست، بلکه مردمی تر بودن، خودی تر بودن است. ولی خطر حزب اسلامی امروز در این است که اندیشه بزرگ در دست گروه ضعیف است. این است، یعنی خود ضعیف بودن ساختار، برنامه ها، اندیشه ها اینجاست خطرش، نه اینکه خود ایدئولوژی. چون که در هر صورت اسلام برای جامعه ما خودی ترین پدیده است. و آخرین اگر خلاصه کنیم که نقش حزب نهضت در ثبات جامعه را، اینها نقطه‌های نسبتاً تنقیدی بود، ولی یک نقطه مثبت بسیار مهم از گفتنش این است که امروز در فضای سیاسی تاجیکستان حزب نهضت یک نقش ثبات آفرینی بسیار مهم دارد. نقشی که از طریق فعالیت این حزب نیروی سیاسی اسلامی قانونمند می شود، اجتماعی می شود، سوفته می شود، معتدل می شود، فرهنگ سیاسی را از خود می کند. ولی بسیار مهم است اگر چنین حزب نداشته باشیم، پس ما با اسلامگرایی خشین، حاشیوی، زیرزمینی، پرتیزنی روبرو خواهیم بود. برای همین حزب نهضت یک نقش تعدیل کننده و پرورنده فرهنگ سیاسی دارد. از این رو هم برای حکومت، چون درباره حکومت هم صحبت داریم، هم برای حکومت هم برای جامعه بسیار مهم است که این حزب حفظ شود و تکمیل یابد. چرا ما از بیرون هم برای تکمیل این حزب اینقدر تاکید میکنیم؟ زیرا حزب نهضتی پیشرفته، حزب نهضتی تکمیل یافته و حزب نهضتی از نظر فرهنگی و سیاسی بسیار قوی و معتدل هم برای خودش، هم برای جامعه، هم برای دولت مفید خواهد بود. در عکس این صورت اون به یک مسئله تبدیل میشد. و همین آوازه هایی که اخیراً درباره بسته شدن حزب نهضت و احتمال آن در جامعه پر شدن و اخیراً کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که در نزد دولت هرگز چنین مسئله نایستاده است و نمی‌ایستد. این خبر خوب نه تنها برای نهضتی ها بود، این خبر خوب برای همه کسایی بود که درباره امنیت و ثبات این جامعه می‌اندیشند. زیرا چنین طرح و چنین فکر خود یک طرح شکننده امنیت ملی بود. زیرا امروز طوری که گفتیم این حزب اگر راهی تکمیل خود را ادامه دهد، یکی از عامل‌های مهمی ثبات و امنیت جامعه خواهد بود. زیرا خیلی مهم است که اونهایی که می‌خواهند در سیاست شرکت کنند، اونهایی می‌خواهند هویت دینی خود را در سیاست مطرح کنند، راه قانونی و راه رسمی این کار را داشته باشند تا برای دیگر رو نوارند. تشکر. تشکر زیاد استاد رحمانو. همیشه ایشان صحبت میکنن که ما نهضتی ها رو بچه بشناسیم و این خدمت بزرگ استاد رحمانو هست به نهضت و فکری اسلامی سیاسی که همیشه از نگاه اعتقادی مناسبت میکنن و ما رو وادار میکنن که سر نکته‌های ضعف ما صحبت کنیم و حتما باور دارم که در این طالب حتما شما واقعیشه رو خواهد شدید. من به این معنی که دعوت کنم که به این جا رو برکت تشکر کنم. چند 6 نکته دیگه هم بگم و وقتی که می‌خواستم قطع کنم سخنرانی رحمانو رو بعد اشاره کنم یک نکته مثبت دارم، گفتم اون مثبتاش هم گفت از هر زیاد انتقادی شده.
من از خیلی روزنامه‌نگار معروف و ورزیده کشور دوستان مظفر صوفی خواهش میکردم که به منبر بیاین، اگر آماده باشن که مستقیما به منبر بیاین از اون صحبت کنن، اینم خوب است. بفرمایید. تشکر. در نام خدا سلام برادران و خواهر عزیز. واقعا یک بدون هم واقعا آمادگی مرافقت دارم مهمان دعوت کردن و آوردن اون منبر و میگن که درباره موقع نظر مثل که موجود در وسایط اخبار. خب همه شما من مطمئنم که روزنامه‌خوان هستید و میدونید که با توجه به اینکه فعالای نهضت و جانبدار نهضت هستید، میدونید که در مورد نهضت در رسانه‌های مکتوب تاجیکستان چها نوشته میشه. به نظر من، چون البته اجمالا میگم واقعا بدون آمادگی است، اگر اشتباه شده چیزی معذرت میخوام، دو نوعی برخورد به نسبت نهضت وجود دارد. خب یکیش که برادر عزیز من همون اشاره کردم، موضوع بود که اخیراً مطرح شد و قبلا هم چنین برخورد وجود داشت، یعنی میشود گفت که دیدگاه مخالف نهضت یا حداقل جانبدار نبودن و دیدگاه دیگر تا جای بی‌غرضانه و تا حد جانبدارانه است. در این یک سال نیمی آخر فکر میکنم در رسانه‌های کشور واقعا نهضت به اون حدی که باید مطرح شود مطرح بود و نشان داد که چه حرفایی میتواند بگوید، حتی پژوهنده‌ای بگویم آقای کبیر اشاره کردن که تنها پژوهنده، تنها متخصص یا که کارشناس نهضت چه در داخل چه در خارج آقای عبدالله میگن که من از رسانه‌ها درباره نهضت مطلب جمع کردم. پس معلوم که رسانه‌ها تا جایی که میتوانستن در این رابطه نقششون انجام دادن. البته از جهت دیگرشون باید در نظر بگیریم که واقعا حزب نهضت با همه اون ضعف و چیزایی که میگویند و شما مطمئنم که خودتون آگاه هستید، چون هر کس فکر میکنه نقطه‌های ضعفش رو پیش از خودش بهتر میداند و اگر نداند روش نمیدونن، چون نهضت قدرت هست فکر میکنم نقطه‌های ضعفتون رو بدونید. با وجود این حزب نهضت امروز در کشور شاید اگر همینطوری تعبیر کردن جایز باشه که حزب غیر دولتی که حزب مخالف اگر بگیم تنها حزب مخالف است که واقعا توانسته در هر موقع موضع‌گیریش و جایگاهش مشخص باشه. شاید بعضا تند، شاید بعضا یک کمی صداش پست‌تر بوده، شاید در بعضی جا صداش بلندتر بوده. در هر صورت اینه که صدای خودش داشته و رسانه‌ها به عنوان منبر همه اقشار جامعه این رو برای مردم پیشکش کردن. در اصل چون بدون آمادگی در سوال رسید باشد که من تشکر. آقای دکتر شما فرمایید این که اگر سوال باشد بعدا جواب خواهید باشد. خواهر ظرفا رحمانی خواهش میکردیم که نظر خویش رو درباره نقش نهضت یا رابطه نهضت با قشرهای گوناگون جامعه از اون جمله با قشر زن و جوانان اندیشه خود رو بگیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد صحبت‌های استاد راهنما می‌خوام یک پهلوهای مثبت فعالیت حزب نهضت اسلامی رو در تمام قشرها، جوانان، زنان و حتی مهاجرین کشور ارائه نمایم تا باعث روح‌بلندی نشستگان شود. امروز در حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور و دولتداری مشکلات‌های زیادی به چشم می‌رسند که زمینه‌ها، عامل‌ها و سبب‌های گوناگون دارند. واقعا هم حل کردن این مشکلات‌ها بدون اشتراک فعال قشرهای مختلف جامعه غیر امکان است، خصوصا زنها. قوای اساسی ذهنی و جسمانی در مهاجرت کاری بوده، حد اکثر مسائل اجتماعی امروز بر دوش زنان افتاده است. وضع خاص زنان و تاثیر آن چند مراتب در معین نمودن سیاست داخلی و خارجی کشور نیز می‌افزاید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حالت امروزه، من بعد و حتی گذشته خود
به مسئله زن خیلی دقت جدی میداد و نقش آنها را در تربیه اخلاقی و علمی نسل نو برای بلند برداشتن مقام و منزلتشان در جامعه و از هر وقت دیده بیشتر توجه می نموید. همچنین در تمام صحنه‌های زندگی و اجتماع از شرکت زنان استقبال می نماید و برای حضور فعال آنها برنامه و راهکارهای مشخصی نیز دارد. از روز فعالیت قانونی خود در این حزب بانوان برابر مردم قدم نهاده برای پیشرفت و کامیابی‌های حزب لاهی سهمی باسزایی نیز گذاشتند. سهم زنان در بررسی کردن آیین‌نامه و برنامه حزب و همچنین دعوت در راه اسلام خیلی بزرگ است. ما می‌دانیم که از روز فعالیت قانونی حزب نهضت یک نشریه مخصوص برای زنان مجله بانوان نیسان عرض هستی داشت و در تمام موادهای خود راجع به تمام مسائل زندگی و حیات زنان مقاله ها درج می‌کرد. همچنین یک مرکز فرهنگی نیز در حزب نهضت عرض هستی داشت که قریب هزاران نفر بانوان را روزهای مشخص به هم می‌آورد و یگانه دری راز بانوان مسلمان کشور به شمار می‌رفت، چون که فقط زنها با این مشکلاتی که امروز در جامعه دیده می‌شد می‌توانستند در این درگاه بیایند و حل مشکلات خود را با مثلا راه‌حل‌های معنوی از اینجا بگیرند و خود را کمی هم باشد آرام حس کنند. این سخن‌ها البته از زبان خودی اون بانوها هستند. متاسفانه برای بعض مقامات داخلدار این مرکز خیلی نمیدونم باعث نگرانی شد که آنها کوشش کردند این مرکز را ببندند و همچنین دستگیری رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای فعالیت سیاسی و شرکت در چاره‌بینی‌های مهم کشور انتخابات ها یک مثلا خیلی دستگیری خوب به نظر میرسد که اقدام کردن برای گرم‌کوری که امروز به نظر ما برای بانوان البته خیلی گرم میافته